میدونی چطوری میشه از هیچ به همه چی رسید؟ بذار داستان یه پسر فقیر از یه جزیره کوچیکو برات بگم. پسری که امروز همه دنیا اسمشو میدونن، کریستیانو رونالدو. کریس توی خانواده فقیری به دنیا اومد. کفش درست و حسابی برای فوتبال نداشت، اما یه رویای بزرگتر از همه چیز داشت. هر کی میگفت نمیتونی، کریس میگفت صبر کن، میبینی. 12 سالش بود که تنهایی رفت لیسبون. شبا گریه میکرد و دلتنگی، اما صبح اولین نفری بود که سر تمرین میرفت و آخرین نفری بود که زمین رو ترک میکرد. همونجا بود که همه فهمیدن این بچه با بقیه فرق داره. خاطر این تمرینای زیادی که داشت، نگاه الکس فرگوسن افتاد روی رونالدو و این شد شروع سفرش به دنیای فوتبال حرفه‌ای. بهش میگفتن لاغر و ضعیف، ولی اون چیکار کرد؟ فقط تمرین، بازم تمرین. نتیجهش چی بود؟ اولین توپ طلای زندگیش. رئال مادرید رونالدو تبدیل شد به یه هیولا. رکورد پشت رکورد. رقابت تاریخی با مسی، کل دنیا دنبالشون بودن. هر بازی یه قصه جدید میساخت و هر گل یه تاریخ جدید پشتش بود. راز رونالدو خیلی ساده است. هیچ وقت تسلیم نشدن، خواب دقیق، غذای درست، تمرین دیوانه‌وار. اون ثابت کرد مهم نیست کجا به دنیا میای، مهم اینه چقدر برای رویاهات میجنگی. اگه به این مسیر علاقه‌مندی، اینجا ما توی هر پست یه قدم به ساختن بهترین ورژن خودمون نزدیک میشیم. پس سابسکرایب کن و با ما ادامه بده.